روزی دوشنبه در قصر سفید پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با همتای مصریش عبدالفتاح السیسی گفت که آنها یکجایی بر ضد افراطگرایی اسلامی مبارزه خواهند برد. اگر کسی هنوز هم شبهه داشته باشد میخواهم یادآور شوم که ما از پرزیدنت سیسی پشتیبانی میکنیم. او در وضع پیچیده کار بزرگی را انجام داد. ما از مصر و مردم مصر پشتیبانی میکنیم. این اولین بازدید سیسی از قصر سفید بود. او سال 2014 یک سال پس از برکناری رهبری پیشتر مصر عضو گروه اخوان المسلمین محمد مرسی پرزیدنت انتخاب شده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما سیسی را یگان دفعه به قصر سفید دعوت نکرده بود. مصر یکی از متفقان درینه ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه بوده سال تا 1 میلیارد و 300 میلیون دلار کمک به دست می آورد. مصر با آشوب‌های افراطگراهای اسلامی در نیم جزیره سینا دست به گریبان می باشد. در برخوردهای نیروهای دولتی مصر با جنگجویان صدها نفر کشته شدند.